کلاینت عزیزم جایی دیگه کار میخوام انجام بده بودم، یعنی کاملا شبیه تتو شده. امروز به من مراجعه کردم، من تو می‌بینی کاملا تابلو هورمونی کشیده تر و بلندتر از اون استاندارد کارشون کردم. دوستش داری عزیزم؟ خیلی راضیم، واقعا خیلی قشنگ شده. مرسی عزیزم. او مای گاد، این چه شکل قیافه ایه؟ گونه هاش انقدر بزرگ شدن فکر کنم باید سوتین ببنده. دماغش هم که فقط یه خاطره ازش مونده. دیگه دماغ نیست. واقعا اینا مریضن ها. جالبه میگه خیلی راضیم، دست شما در نکنه. راضی از چی؟ از اینکه تو رو مثل یه دونه فریک، مثل یه هیولای وحشتناک درست کرده؟ من موندم شما این همه پول خرج میکنین، میرین به قول خودتون عمل جراحی که البته بقیه دنیا این خطای پزشکی به حساب میاد، این کارا رو که میکنین، شما این پولا رو خرج کنین یه آینه بخرین که قیافتون رو ببینین، شاید سر عقل بیاین.